خب آقا بچهای تیممون کلا همشون مرده بودن به جز شماره یک. شماره سه که امیر پاشا مرد و شماره دو ناک بود. اینجاش میرم بگیرمش یا میبینم شماره یک گرفتش، من گیر میکنم اینجا. سر همین یه دنده عقب میان منو میبینن یه دمیج بهم میدن. خب میزنم اینجا یکیشون رو ناک میکنم، میام پایین ریوایند رو میزنم میام عقب، میرم داخل یه خونه یا آرمور بزنم. خب من تامپر دستم بود، لانچر من بزنم اولی نخور، دومی هم زدم دومی نخورد. میام اینجا طرف کلاس زد، به قول خودمون صد کته فرستاد. اینا منو زدن و اینا من خیالم راحت یه آرمور چیزی میزنم پشت سرم دیدم یعقوب منو کشت. بله